چرا ایران سالیا؟ ما برای ایجاد محیطی شایسته مدرسین و زبان آموزامون که با ارزش‌ترین سرمایه ما هستند با جون و دل هزینه می‌کنیم. من خودم شاهد بودم که کارشناسان آموزش برای تحقیق و تحلیل و تدوین کتاب‌های جدید آموزش چقدر وقت گذاشتن. و از همه مهمتر ایران استرالیا بستر رشد و حمایت مداوم خودش رو از بهترین مدرساش فراهم میکنه. چقدر این روزا نتیجه خوبی دارم سر کلاسام میگیرم. چقدر خوشحالم که تو مؤسسه‌ای دارم کار میکنم که دغدغه زبان آموزها، مدرسی، پدر مادرها براش مهمه و بهش اهمیت میده. ایران استرالیا از بهترین مدرسین حوزه کودکان و جوان بهره میبره. به عنوان مدرس ایران استرالیا یه موردی که راجع به این مجموعه من خیلی دوست دارم این هستش که علیرغم اینکه همه چیز اینجا ریسپکتفوله، اون پویایی و داینامیزم هم به چشم میاد. خیلی پر انرژی همه و خیلی روحیه میدن به هم دیگه و این برای من خیلی اهمیت داره و ارزش. من برای دخترم که 7 سالش بود کردم در مورد که مجموعه زبان رو بخوام انتخاب کنم ایران و استرالیا انتخاب کردم به خاطر اینکه سیستم آموزشی کاملا به‌روزی داره و از روند آموزشی دخترم فوق‌العاده راضی هستم. بله، در ایران استرالیا شایسته سالاری حاکمه. هر کس به اندازه تلاش و زحمتش سهمشو میبره. فرش قرمز پهن میکنیم برای مدرسینی که از دانش زبانی و عزت نفس بالا برخوردارن. اینجا جای مدرسین پرتلاش و با وجدانه. به قولی You reap what you sow. هر چی بکاریم همونو درو میکنیم.